درجا که میره تو سود استاپ رو میذاره تو نقطه ورود درجا. خب یه از یه بابت قشنگه ها، ولی از یه بابت قشنگه از یه بابت اصلا جذاب نیست. بعضی وقتا مثلا یا میبینی که ریسک فریت میکنه و اینجور چیزا. حالا ببینیم که چقدر سود میده این داستان برای ما، یعنی این داستان چیز چقدر سود داره. بذاریم ویژوال رو بردارم و فقط ازش درخواست بکنم که برای ما پوزیشنی رو بگیره. نگاه کنید اکانت سودده و ضررهای کوچیکی میزنه، ولی خب سودده بودنش رو دوست دارم. نگاه کنید چه سودهای بزرگی رو داره، خیلی جذابه ها. نگاه خب الان اگر نگاه بکنیم ما 1% گذاشتیم، یک لات گذاشتیم و خب طبیعتا سودده بود و همون 1700 تا، یعنی در واقع انگار سودده شد و ریسکش چی شد. بزنیم 0.1% بذاریم اینو. این الان اطلاعات ما رو نیاورده. مثلا من اگر بذارم اینو بعد دوباره برگردم اینو بذارم اینپوت ما رو میاره و به جای یک لات 0.1 لات اگر بذارم شاید مثلا حالا اون چیزه رو جذابتر نشون بده. چی بود؟ گولد تریدر بود دیگه. آره دیگه عجیبه لات سایز اینو قبول نمی کنی به عنوان چیز. پوزیشن هم ترید نزد. 1 لات. آره تو 1 لات میزنه و تو 1 دهم نمیزنه. چرا؟ ما تو تنظیمات چیز اشتباهی رو دادیم. بیایم اینجا دابله دیگه. آره دیگه. خب و ریسکش هاو ماچ و ما اینو عددش رو گذاشتیم. حالا جالبی که نمیده، ولی خب در کل پس این اکانت فعلا سودده. ولی ببینید همچنان چارت جذابی نیست. بریم روی چارت و یک چیز دیگه ای هم بگیم ببین اگر مثلا این پوزیشن این چه چیز رو میگه؟ این میگه که اگر انقدر بود این کارو بکن. اما حالا میگیم اگر چک کن پروفیت رو. اگه پروفیت بیشتر از درصد بالانس چقدر؟ مثلا 1% بالانس به سود رفته باشه، خب این رو هم بزنیم مثلا 0.3%، حالا که چیز باشه. بعد بگیم اگر این اتفاق افتاده باشه کلوز پارشالی بکن. کلوز پارشالی یعنی یه بخشی از سود رو ببند. فقط حواستون باشه این اگر ببینه اکانت تو سوده هی کلوز پارشال میکنه، یعنی هی میاد چون به ازای هر تیکه هی میاد بررسی میکنه میبینه اوکیه کلوز پارشال، اوکیه کلوز پارشال، اوکی کلوز پارشال. و خب میتونید یک جایی این نظر رو اینو در نظر بگیرید که اوکی این فقط یک بار اینو انجام میده چون که بعدش ببنده دیگه خب 1% اکانت تو سود نیست. اما اگر اینو در نظر بگیریم که فرض کن مثلا اینو کلوز پارشال کرده دوباره رفت یه جایی دوباره کلوز پارشال میکنه، چی میشه؟ برای اینکه بگیم حتما و حتما یک بار باید باشه یه دونه پس داریم ما اینجا. خب توی کانترها اصولا باید باشه یه کانتری هست. بذارین ریفرش بکنم این سفر رو. یه کانتری داریم ما به نام پس وانس، یعنی یک بار عبور کن. خب میاد اینجا و این رو عبور یک بار میکنه دیگه. فرض کنیم بعد از بستن پوزیشن دوباره اگر 1% رفت اکانت دیگه اینجا نمیاد چیز کنه، دیگه نمیاد اینجا نصفش رو ببنده. این پس وانس هم یه آیدی داره که اون رو آخر شب باید ریست بکنید. یعنی مثلا بیای یه دونه کانتر ریست میزنی میگه آخر شب برای من یه دونه ریست انجام بده. به همین راحتی، به همین خوشمزگی و اینجوری. اوکی خب پس اینم از این. پس چیکار میکنیم؟ من میام اینجا و اینو برمیدارم میذارم توی
جایی که لازم دارم و ریفرش میکنم و ازش میخوام که این بار برای من نشون بده که چه اتفاقی داره میفته. یه با سرعت آرومتر نگاه کنم. ببینید کاری که کردم اینه، اگر از یه تایمی به بعد نگاه کن، چقدر بزرگ شد، ببین رفت توی سود و اینجا نگاه کنید، اینجا بخشی از پوزیشن رو بست، یعنی یک لات بود، نیم لاتش رو بست، ادامش رو میره. نگاه کنید چقدر جذابم میشه. و این میتواند بعضی وقتا جالب باشد، بعضی وقتا بد باشد. چه زمانی جالب چه زمانی بد حالا نگاه میکنیم. خب انگار جلوی سود ما رو گرفت، ولی یه چیز جذابی میتونه به ما بده. این البته اینو در نظر بگیرید، این ربات برای پراپ داره پاس میشه دیگه. تو پراپ اگر شما بیش از حد سود بکنید هم بهتون نمیده، این هم در نظر داشته باشید. خب ببینید الان 12,000 دلار سود کرده ولی همچنان درادانش همونه. پس من باید به یه چیز دیگه هم دقت بکنم. بیام بگم اگر ضرر من بیش از مثلا در نظر بگیریم چقدر، مثلا بیش از در نظر بگیریم مثلا 0.2%، 0.2% بود. خب پوزیشن رو کلوز کن. اگه ضرر دیدی بیشتر از 200 دلار مثلا شد که پوزیشن کلوز کن، همین راحت. خب من اینو کپی پیستش کردم، میام اینجا یه ریفرش میکنم، تستش میکنم و الان میام چی کار میکنم؟ الان میام اینجا ویژوالم برمیدارم، میگم که بذار کارشو بکنه، ببینیم که چی کار میکنه. ببینید 200 دلار ضرر و پوزیشن رو میبنده. خب پس انگار این 0.2 که گذاشتیم اصلا مدیریت سرمایه جالبی نیست. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. حالا توی چارت اگر بودیم احتمالاً 200 دلار داره میبنده، نه یا غیر اینه. البته یه چیزی رو من متوجه شدم که انگار نقطه های منو در نظر نمیگیره، ولی فکر کنم آره 200 نه 2 دلار میبنده. این جذاب نیست، نه من اینو نمیخوام. خب پس نباید این کار بشه. 0.2% همینه دیگه. من نمیدونم چرا اینو اصلا برای من کارنت پروفیت نه بالانس باید میذاشتیم. اگر بزرگتر از 0.2% بالانس اشتباه گذاشتم، من اصلا حواسم نبود. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. الان میگم یه ذره عجیب بود برام. بریم تستش بکنیم. همچنان هم همونه انگار. نه پروفیتش اینجاست. اینها پروفیت 200 دلار میده. اوکی. خب نهایت کار رو میخوایم ببینیم. میخوایم بدون ویژوال و ببینیم که آیا همچنان اونجوری میره. نه الان ببینید الان درست شد. خب در نهایت انگار ضررده میره، یعنی همچین کاری میشه. حالا اینم باید یه سری اعدادی داره که تو بهینه سازی معمولا در میاد اینا. ولی ببینید اکانت، ببینید مدیریت سرمایه بچه همیشه هم اینجوری نیست که شما بیایید فکر کنید که مثلا اگر زود ببندید معامله رو مدیریت سرمایه خوب کردید. نه ببینید مثلا من یه دونه چیز میذارم به نام پروفیت، یکی هم میذارم به اسم لاس. خب مثلا پروفیت رو میذارم 0.3، لاس رو هم باز میذارم مثلا روی 0.3 فرض کنید.
خب بعد تو چک پروفیتی که میگفتیم از پروفیت منظورمون اینه، پروفیت درصد آف بالانس. از لاس هم منظورمون اینه، یعنی لاس این باشه. آن کلوز پارشال هم حواستون باشه دیگه 50% کارنت والیوم رو میبنده. خب اینو نگفتیم کلوز پارشال چی کار میکنه، 50% کارنت والیوم رو میبنده. خب این رو بزنیم برای خودمون بیاره و یک بار دیگه تست بکنیم. الان قبل از تست بذاریم من بهتون نشون بدم، شما فقط کافی یکی از اینا رو بزنید دوباره برگردید به اینجا، براتون اطلاعات رو میاره، صدا هم لاس، صدا هم پروفیت، یعنی اون اتفاقا بیفته. ببینیم که چقدر میتونه برای ما مثلا سودده باشد. هست نیست؟ هست، انگار هست. ببینید همین که این چیزا کوچیک میشه قشنگه. خب این ولی یه اتفاقی هم هست دیگه، یعنی مثلا شما جلوی چیزو میگیرید و ببینید الان مثلا باعث شد درادانمون بره بالا، یعنی من این کار رو نباید بکنم. مثلا حد ضررتون رو مثلا روزانه بذارید، مثلا بذارید 1 و 2% و این ببینید مثلا بذارید اکانت سودده بشه، شاید اصلا تا یه چای درادان رفت و بعدش رفت بالا. آخه اصلا اینجوری نباید باشه هی جلوی کار رو بگیرید. ببینید خیلی جالبه ها، میگن استاپ هاتون کوچیک باشه، وین ریتتون ال باشه، بل باشه فلان. نه عزیز، اصلا استاپ بعضا باید به معامله فرصت بدی. ببین استاپ کوچیک باعث درآمدان بالا هم شد. خب و خب این عملا میبینید که فعلا 12% سود در عرض 1.5 ماه تقریبا و با درآمدان 5%. خب جذابه برای من، خیلی جذابه. خب اتفاقی که میتونه بیفته، خیلی کارهای دیگه هم میشه کرد اینجا، خیلی کارهای دیگه. مثلا اینو مثلا میتونیم 1% نکنیم، چند درصد بکنیم و الی آخر. من فعلا اینو میذارم اینجا باشه. خب فقط یک کاری میخوام بکنم و اون کاری که میخوام بکنم اینه که بیام بگم ببین به جای اینکه دم به دقیقه مثلا پوزیشن بگیری، مثلا بارها پوزیشن نگیر، یه دونه پوزیشن بگیری کافیه، 2 تا پوزیشن بگیری کافیه. یکیش اینه، یکیش این رو میتونید انجام بدید که بیاید این رو در نظر بگیرید. این مسئله دیگه ای هم که هست، من خیلی مثلا براش ترجیح میدم اولویت قائل بشم و چیز باشم، اینه که مثلا این اتفاقایی که میتونه بیفته، فعلا بذار بطرح کنم. بعد اینه که مثلا شب پوزیشن رو نبندم و توی یک تیپی خاص ببندم. یعنی چی؟ یعنی مثلا به جای این که مثلا اینو بیام مثلا انجام بدم، مثلا اینو مثلا بگم خب 1% آف استاپ لاس بذاره، پروفیتش رو مثلا تیپی 3 بذاره معمولا. خب تیپی 3 برای این، تیپی 3 هم برای این. ببینید میتونیم از این کار استفاده بکنیم، 300% آف استاپ لاس دیگه، میتونیم از این روش استفاده بکنیم. اما ببین فقط دارم بحث مدیریت سرمایه رو چیز میکنم، لزوما شاید ربات رو امروز تموم نکنم با توجه به اینکه دیرم هست و شاید اصلا یه تایم دیگه ای اصلا روی این کار بکنم. ببینید بذاریم ببینم که میاره. نه متاسفانه تصویر رو نخواستیم. ببینید الان برای من یک استاپ لاسی هم تعیین میکنه. خب روی چارت نگاه کنید، دیفالت خب ببینید برای این الان معامله چیزم گذاشته. نگاه کنید چه اتفاقی میفته، تیپی میذاره. خب حالا به تیپیش که نرسید اصلا.
این بحث تیپی گذاشتم بعضی وقتا برای شما شاید جذاب باشه، ولی بهتون قول میدم همیشه هم اینجوری نیست. ببینید شما باید یک مدیریت سرمایه خوب داشته باشید و اینکه یک کانسکیوتیو لاستون رو توی این معاملات کوچیک‌تر بکنید. مثلا اما الان مثلا نگاه میکنم ببین لاس های زیادی داره، هی لاس. اگه شما فقط جلوی اینو بگیرید و این ناحیه رو مستقیم صافش بکنید خیلی جذاب‌تر میشه. ببین من اونو گذاشتم، حالا رادانم چیز شد ولی سودم هم کم شد، یعنی سود $12,000 شد $10,000، یعنی در واقع 10% سود شد. در نهایت پوزیشن باز سوددهه، یعنی این استراتژی فعلا سوددهه. توی اوریتیک هم داریم میگیریم دیگه، آره اوریتیک ریل تیک میگیریم ما، ولی باید کارهای بهتری انجام بشه. خب این ویدیو در اینجا به پایان میرسم، یعنی قسمت 1 و قسمت 2. ببینم چطوری ازش حمایت میکنید و بر اساس حمایتتون مدیریت سرمایه پیشرفتم رو روش اعمال میکنم. دمتون گرم، دوستتون دارم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.